گروه اولین جوانان سینی دعوتی شهر اسفرا جوانان وطندوست و شجاعتمند شهر که اختیاراً با امر دل و وجدان عزم خدمت مادر وطن کردند با تنتنه به خدمت حربی گسیلانیده شدند. با این مناسبت در میدان شاه اسماعیلی سامانی مرکز شهر با شرکت رهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی، کارمندان کمیسریت حربی، مسئولین میزهای حربی جماعت‌های شهرک و دیهات، سابقه‌داران جنگ و مهنت و والدین و پیوندان جوانان ادای خدمت مادر وطن را اختیار نموده همایش تنتنوی برگزار گردید. طور شهردار اسفرا بهاءالدین بهادرزاده ضمن سخنرانی خویش اظهار داشت نخستین روز سفر برنمایی و گسیل جوانان به صف قوه‌های مسلح مملکت از آغاز نیک و متشکلانه معرکه دعوتی بشارت می‌دهد، زیرا در آغاز و نخستین روزهای دعوتی بهارانه جماعت‌های دیهاتی بارخو، چارکو، خاناباد، شهرک‌های نفت‌آباد و نورافشان از اجرای معیارهای مقرر شده دعوتی با سربلندی پیام رسانیدند. شهردار اسفرا با ذکر آنکه اجدادان خیرتمند ما از قدیم الایام مردانگی حقیقی را در آمادگی به حفظ وطن و جانفدایی به نام وطن می‌دیدند، بزرگمردان چون سپیتامین و دیوشتیج، تیمور ملیک و واصف و ده‌ها دیگران را که خوشبختی کاملی مردم خود را در موجودیت وطن دیده و بهر حفظ و حمایت سرزمین اجدادی خویش جانفدایانه مبارزه بودند، تمثال قهرمانی و وطنداری ارزیابی نموده حامیان آینده وطن را به خدمت صادقانه و باشرفانه هدایت نمود. برآمد کنندگان ضمن سخنرانی از مقدس بودن وطن و حتمی بودن خدمت حربی یادآور شدند با تذکر ضرورت دفاع از مرز و بوم تاجیکستان صاحب استقلال و شرف و ناموس ملت و جوانان در ادای خدمت عسکری صبر و تحمل، شجاعت و دلیری، بردباری و سربلندی و موفقیت‌های بی‌نظیر را تمنا نمودند. در جریان همایش همچنین رئیس شورای سابقه‌داران مهنتی شهر صادقخان قاسمی و مادر دعوت شونده از دهه چارکو اشورخان امید و برآمد نموده نخست به جوانانی در موسم بهاری از اولینها شدند به ادای خدمت حربی سفر برشونده اظهار سپاس و منتداری کردند. سرباز به تازگی خدمت عسکری را به اتمام رسانیده مهرالله زاهدوف اظهار داشت که خدمت در صف قوه‌های مسلح مکتب مکمل حیات و آبوتاب اخلاقی و جسمانی عرصه دلیری و مردانگی می باشد و باید جوانان سین دعوتی برای به جا آوردن خدمت مادر وطن کمر بندند. دعوت شونده از دهه چارکو زرابالدین سلیموف برآمد نموده از جمله اظهار داشت که جوانان نباید از خدمت حربی سرکشی کنند، زیرا عسکری به جز ادای قرض شهروندی بودن مکتب خوبی جوانمردی و صداقت و آمادگی به زندگی مستقلانه و رسیدن به قدر پدر و مادر، دادر و خواهر و نسیم فارم زادگاه است و از نام جوانان باور و ناموس، جوانمردان حقیقی که افتخار بلند ملی دارند و وطنشان را از صدق دل دوست می‌دارند در نزد اهل جمامت با تنتنه وعده داد که در صف قوه‌های مسلح کشور خدمت مادر وطن را با سر بلند و دل پاک ادا خواهند کرد. هنرنمای اهل فرهنگ شهر و شادی و نشاط سربازان و نوازگران انجام بخش این جمامتی با شکر بود. پیشوای ملتی من، پیشوای من، پیشوای ملتی ما، پیشوای ما. من کریما محمد امین استقامت کننده جماعت دیهاتی سرخ. ما یک گروه جوانان از جماعت دیهاتی سرخ به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان سفربر گشته ایستاده ایم. از تمام جوانان دعوتی خواهش می نمایم که با خواهش خود به صف قوه‌های مسلح سفربر شوند و از جوانان خواهش می نمایم که مرز و بوم وطن را حمایت نمایند. ما با خواهش خود و اختیاری به خدمت حربی رفته ایستاده ایم. من از جماعت چارکو عبدالله فیبادالله با خواهش خود به جماعت عریضه خود را پیشنهاد نموده به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان شامل شده ایستادم و من میخواهم با سری بلند خدمت وطن مادر را ادا نمایم. من به جوانان گفتنیم که بیایند با خواهش خود عریضه خود را دهند به سری بلند خدمت مادر وطن را به آخر رسانند. خدمت به وطن این قرض هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان می باشد و من افتخار می نمایم که چنین به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان شامل شده ایستادم. من کریم فیارخنجان از جماعت خاناباد دهه خاناباد با خواهش خودم به خدمت حربی رفتم. جوانان یاش را دعوت می نمایم که به خدمت حربی روان نترسند، به خدمت مادر وطن خدمت کنند. وطن تو سرزمینی مادری،
وطن به جان و دیل برابری، بخشیم برای تو ما جان و تن. جانم وطن زی مهری مادری، پایه برادران خدمت این قرضی ما. پایه برادران خدمت این قرضی ما. این قرضی مادری بر جسم و جانی ما، آید خدمت کنه برادرانی ما. این قرضی مادری در جسم و جانی ما، آید خدمت کنه برادران ما.